موضوعی که امروز ما میخواهیم درباره آن صحبت بکنیم، البته شجاعت یک جوانمرد، شجاعت یک برادری که از داخل وطن یک ویدیو نواری کرده که امروز سراسر تمام شبکه‌های اجتماعی درباره اون برادر گپ میزنند. خب به نام عبدالستار پیر محمدزاده. تقریبا همه برادرها و همه کسانی که مهاجر هستند البته این نوار دیدن و امروز بعضی برادرها خوش به حالشان. آفرین به شجاعت شما که امروز از این برادر دستگیری میکنین و ما هم بی‌طرف نیستیم، نه تنها در این برادر بلکه در هر کسی که این حالت سری او آمده باشه. گروه 24 همیشه یک موقع خاص گرفتگی است. همیشه چی از یک انسان دیندار باشه و یا چی از یک انسان بیدین باشه، در جایی که حقوقش پایمال شدگی باشه، نظر به رنگ و پوست او، نظر به دین او، نظر به هیچ چیزی او نکرده، حتی نظر به نژاد او، چی تاجیک باشه، چی ازبک تبار باشه، چی خلق باشه، چی از کوهستان باشه، چی از شهر باشه، خلاصه گروه 24 همیشه یک موقع خاص گرفتگی است و همیشه حمایت کردگی است. و این بار هم ما هم در برابر این نواری که برادر عبدالستار نشر کرده است، ما هم انشالله که بی‌طرف نیستیم و ما هم همیشه جانبداری این برادر هستیم، حمایت میکنیم. خب و متاسفانه امروز اکثرا کسایی را که میبینیم، خوب است که مثلا امروز برادرها از این برادر حمایت میکنن و نمیدونیم که فعلا هیچ کس نمیدونه که در کدام حالت قرار داره. بعضا ورسیه های به گوش ما رسید که از داخل تاجیکستان که این انسان در بازداشتگاه قرار دارد و پیشتر یک در صحیفه فیسبوکی ما خواندیم که این برادر در آزادی است و به طور معمولی همون کار خودش ادامه داده شده است و شاید حکومت هم یک نشان بالای این برادر گذاشته باشه. به خاطر این برادر اون کار را کرد که عموما در داخل تاجیکستان اصلا کسی نکرده بود و البته این به طرز دیگر کرد که به یک طرز خلاصه ببینین، به یک طرزی که واقعا در رگ و پیوند در تک تک هر یک شهروند تاجیکستانی داخل شده و محبت این انسان داخل شده. خب نوار البته لازم نیست گذاشتن این نوار، اما فقط من را گفتنی هستم که آفرین به شجاعت این برادر و انشالله که این همون زنگ های خطر هست برای حکومت رحمانوف که ایرا بدانند که کسانی که در بیرون تاجیکستان گپ میزنند و همیشه اونها را طرفدارای رحمانوف و بعضی کسان بی‌طرفان هم اونها سنگ میزنند که شما از دور گپ میزنین. ببینین برادرها، ما با یک افتخار میگم این همون راهبرا و همون استادای هستند که در داخل کشور قرار دارند. اینها همون کسانی هستند که راهی اونها را ما دنبال کرده ایستادیم. خداوند در قرآن کریم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از مؤمنان مردانی هستند که اونها عهدی که با پروردگار کرده بودند در او عهد خودشون استوار مانده بودند. بعضی از اونها شهید شدن رفتن و بعضی از اونها تا امروز هم دنبال همون راه هستند تا زمانی که جام شهادت و شربت شهادت اینا بنوشند. یکی از اونها برادر حاجی عمر مرحوم خدا رحمتش کنه، امروز در بین ما و شما نیست، اما راه اون برادر تا امروز زنده است و دوام دارد و همیشه ایدئولوژی این برادر حاجی عمر تا امروز زنده هست و روز تا روز کسانی که این راه آگاه می شوند و چشماشون بینا می شود و عقلهاشون رسا می شود، بیدار می شوند، حتما این راه دنبال میکنند. و نگفتن همون این برادری که امروز از داخل تاجیکستان این نوارا کرد، حکومت برای حکومت یک نوید یک زنگ خطر بوده برای حکومت که ای حکومت، این پیغام بود برای تو که شما هیچ وقت
اون کسا را در بیرون هستن، اون کسا را در بیرون ملامت میکنین که شما هیچ کاری کرده نمیتونین، از بیرون گپ میزنین. فراموش نکنین در داخل وطن هم این انسان ها وجود دارد. اون کسایی که قلباشون میتپه، اون کسایی که داغشون در درون، دودشون بعد در هوا میبرویه میروه، در میگیرن میسوزن، اما آه میکشن و فقط دود میبرویه. اون کسا فقط در بیرون نیستن، در داخل کشور به نهایت زیاد هستند. این برادری که عبدالستار پیر محمد زاده، این فقط یکی از اونها بود که امروز داخلش سوخت، داخلش در گرفته، دودش هوا برآمد، دود او را مردم دید. امروز دود او را مردم دید و مردم هم امروز روز تا روز بیدار می شود. برای شما ناچیز فکر نکنین. این یک پیغام بود، این پیغام بود. اون برادر هم در ویدیو هم خودش میگه که شما منتظر آن هستین که مردم به کوچه ها بریزه و اون روز هم رسیدنی است. تا زمانی که دست ظلمتان از حکومت، از بالای مردم، از گریبان مردم نگیرین، این عمود جوانا و این عمود شهرمردا در داخل و خارج کشور پیدا میشوند. و آفرین قندتان بزنین این کسانی که امروز از اون انسان حمایت میکنین. درباره این ما یک شعر کوچک میخونم و خاصتا درباره کسانی هست که امروز این نمود شجاعت دارند. شاعر میفرماید که پلنگ سنگی دروازه های بسته شهرم، مگو آزاد خواهی شد که من زندانی دهرم. تفاوت های ما بیش از شباهت هاست، باور کن تو تلخی شراب کهنه ای، من تلخی زهرم. این برادری که امروز در تاجیکستان این نوارا کرد و برای مردم و خطابش به حکومت دارا کرد، ایرا ببینین. این کسا در داخل تاجیکستان اینها به مانند همون پلنگ‌هایی که شما در دور قدیم در پیش روی دروازه های شهر میموندن، پلنگ‌هایی که از بتون میساختن او را، یا که پلنگ‌هایی که از سنگ میتراشیدن، میگه که پلنگ سنگی دروازه های بسته شهرم، من انمو خیلی پلنگم، من انمون رمز شجاعتم، من انمون رمز غیرت هستم. مگو آزاد خواهی شد. ای برادری که از دور گپ میزنی، ای برادری که از دور فقط قرصک میزنی، این گپ برای من نگو که مگو آزاد خواهی شد. اون پلنگ سنگی را تو برای بگوی که حالی یک روز نه یک روز تو آزاد میشی، اما خودت هیچ کاری هم نمیکنی، نه جانبداری میکنی نه طرفداری میکنی. پلنگ سنگی دروازه های بسته شهرم، مگو آزاد خواهی شد که من زندانی دهرم. من زندانی، من این سنگی که میبینین، این پلنگی را که شما میبینین، این زندانی برای همیشه هستک. امروز همون حالتی که در داخل کشور ما و شما هستک، امروز همون حالت در بالای مردم ما و شما هستک. مردم ما و شما امروز بعضا از چاپلوسا میگن که ما آزادیم، مرحمت، ما آزاد میریم میاییم، شما نمیبینین. شما انمون پلنگ های هستین که زندانی دهر شدگیم، ما همه ما و شما. اما ببینین یک پلنگ سنگی که امروز در تاجیکستان امروز از قالب سنگ برآمد به قالب انسان در آمد و یک ویدیو ابرشینی کرد برای حکومت و برای دیگر مردم که ای مردم، ایرا بفهمین که اون عمود مبارزه و اون عمود جوان مردایی که در بیرون امروز گپ میزنن، البته اون سخنهای اونها بی تاثیر نیست. البته در داخل تاجیکستان هر یک نوار اینها را تو داخل تاجیکستان میشنوه. این خیلی برادر عبدالستار صدهات هستک، همه شما همین برادر هستین. ببینین مردمی که در حکومت کار میکنین، امروز مردم ملامت میکنین، یا که در این فکر هستین که کوه آتش به جگر دارد اگر خاموش است. اون کوهی که شما میبینین، اون آرامیشی که در کوه میبینین، او را فکر نکنین اون کوه آرام است. کوه آتش به جگر دارد اگر خاموش است. ولکان داره، یک روز نه اون میترکه، به مثل این برادر عبدالستار پیر محمد زاده.
این انمو پلنگی بود که امروز از قالب سنگی برآمد و به قالب انسانیت آمد و درد خودش، اون سوزشی که در درونش بود او را در تمام جامعه و به حکومتدارا خطاب کرده و به تمام جامعه رساند که ای مردم ببینین این کاری که برادرها در بیرون میکنن این کار در داخل هم میشود. اون کسایی که در بیرون درونشان درد میگیره و درونشان در میگیره و میسوزه، اون کسا نه تنها اونو در بیرون هستند. بی وطن نیست غریبه که کند یاد وطن، در وطن بودن و بی یاد وطن بی وطنی است. انما ما در داخل وطن هستیم. این ظلمه که در بالای ما و شما یا جاری دیدن یا روا دیدگی هستن، ایره هیچ کس تحمل کردن نمیتونه. حکومتدارا هوشیار باشین. این برادر عبدالستار که امروز نوارش در تمام شبکه ها میبینین، شاید امروز یک فقط در بالای فقط پریسل گذاشتگین یا که نشان گذاشتگین، شاید چند روز یا چند هفته این را چیزی نگین، حتما این نوار ای در تمام مردم تاجیک تأثیری خودش میگذاره. در تمام مردم تاجیکستانی، مردم ازبک تبار، مردم تاجیک تبار، بغیر از او دیگر هر کسایی که در پامیر هستند، در ونج هستند، در شمال هستند، در واروخ هستند، در خوجند هستند، این نوار تأثیری خودش در رگ و پیوند هر یک انسان میگذاره. این خوبی انمی مردم است که تا امروز تحمل کردن، شما را چیزی نگفتن. این خوبی و انمین مردم تاجیکستان است که امروز تا امروز تحمل کردن که شما چه وقت اصلاح میشین، چه وقت خوب میشین، اما متاسفانه شما اصلاح نشدین. این برادر امروز انمو دردی همه را گفت. این برادر انمی است راه برای ما. اینای کسایی که از داخل گپ میزنن اینها هستن ما را راهبری میکنن. ما شاگردهای اینها هستیم. شما تصور کنین، زیبایی سخن ای را ببینین، زیبایی چهره ای را ببینین که اصلا دیگر در این چی عیب در این پیدا بکنی. بسیار منطقی، بسیار کلتور نه برای حکومتداران رسوند و برای مردم هم رسوند که ای مردم شما تنها ما را نگذارین، شما هم میتونین. من مطمئن هستم که حکومت امروز بی‌پروایی میکنه، حکومت امروز فکر میکنه که کسی اصلا از پشت اینا نمیخیزه و کسی در داخل تاجیکستان گپ نمیزنه. این پیغام بود برای حکومت. به نام خدا قسم هر یک شهروند تاجیکستانی جای عبدالستار را چیده میتونه. من مطمئن هستم امروزی برادرایی که از این حمایت میکنن اینها همش عبدالستار پیر محمد هستن. اینها همش انمونا هستند و خوش به حال کسانی که امروز حمایت میکنن از این برادر. اینمی است انمون جامعه سازی. اینمی است که خداوند برای ما و شما میگه که انما المؤمنون اخوه. مؤمن ها اخوه هستند، مسلم ها نه. مؤمن ها کسانی که ایمان دارند، کسانی که اونها به پروردگار باوری دارند، اونها اخوه هستند. و ما انشاءالله همون مؤمن ها هستیم، از این برادر جانبداری میکنیم، از این برادر حمایت میکنیم و مطمئن باشه حکومت که این نمود برادرها در داخل وطن صدها بلکه هزارها تا هستند و انشاءالله که روز تا روز اون آتشی که در درونشان میسوزه اونها روز تا روز زیاد میشود و بالاخره اونها یک روز دود اونها را در آسمان شما میبینید.